خب آقا چه خبر؟ بچه‌ها خوبی؟ داشت چقدر جای دنجی انتخاب کردی. خیلی جای دنجیه. ممنونم. یخا رو هم اول بشونیم. آره دیگه در نوردیدی یخا. چه خبر؟ داشت هوا اینجا خیلی عالیه. حال میده. یه حس این چیزایی که مثلا با هم میشینیم صحبت میکنیم طور. آره من قبل ویدیو گفتم که اصلا وایسیم بگیریم. آره. یعنی یه جوری که یه گوشه تکیه بدیم وایسیم. آره. و همون وایبی که چون ما مثلا شبا وقتی میخوایم خداحافظی کنیم، حالا الان که مقدار ماشین داریم و اینا کمتر اتفاق میفته، مثلا کم زمانش، ولی یه زمانی بود من امروها مثلا موقعی که با دوچرخه این اونور میرفتیم یا مثلا موتور و اینا، یه ساعت دم در وای میستادیم و ایستاده با هم صحبت میکردیم. اما خیلی دوست داشتم که آره گفت گوشه دیوار رو این داستانا یه حس تورگی و خودمونی میده، ولی باز از اون ور گفتیم که مثلا مخاطب فکر نکنه که مثلا ارزش قائل نشدیم. آره من ولی مشکل حل کردم، شما قبول نکردید. مشکل شما حلتون چی بود؟ اینکه من بشینم شما وایس. راه حل مفید بود. مرسی از امروهام که ما رو دعوت کرد به این برنامه. شما که اومدید توتونا. ما همینجا بودیم. آره اومدید دیگه، والله اومدید. آره کرونا رو ستاو چیدیم. کمک کردید. خواهش میشه. این از این. آقا چه خبرها؟ چیکار می‌کنید؟ چنل‌های بچه‌ها تو دیسکریپشن هست مسلماً دیگه، همه دارین مسلماً. ما باز اونور رو نگاه می‌کنیم. این همیشه با ما هست، من حس می‌کنم. زنده باد. دوست من احساس می‌کنم خیلی گندم. همینطوره. واضح دیده میشه دیگه. آره. بذار یکم با بچه خودمونی تر بشینم. آره. من احساس می‌کنم شکمم خیلی گنده است. خب. داداش احساس می‌کنم یعنی امروز من الان یه اسپرسو خوردم. آره. خب من شارژ شدم. داشت مثلا در مورد چی صحبت کنیم؟ سری شارژ شدی الان. خیلی اسپرسو رفت از حلقت پایین. عجیبه. این قابلیت من بود. نه الکی میگه. من بود. نه الکی میگه. این آب خوردین شو. نصف آب خوردی. 750 سی سی از آب. کمکش کردم من. آره. 100 سی سی. بود سریع. آره اینجوری شد. پس حاجی اینجا من خیلی فکر میکنم، سهراب میدونه، میشه آب خورد؟ تو هم میدونی. مثلا من مغز کسی که مغز کسی که بیاد اینجا مثلا دور ما باشه رو من سرویس میکنم سر این قضیه ها. میدونی به یک چیزایی فکر میکنم که انسان فکر نمیکنه. آره شاید نباید فکر کرد اصلا. میگی چی میگم؟ مثلا فکر کنم این سایدمو بچه‌ها ندیدن لاغر. نه آره تو ریاکشن ها خیلی حرف میزنم، ولی اینجا دیگه میخوای بمباران کنی. آره اون موضوعاتی که شب میذاره من بخوابم من همیشه شبا میشینم چی میبینم؟ نه از اینه که هست اینجوری فرشا رو میشورن، ماشینا رو میشورن، تمیز میشه. راک کلینینگ. آره همون. آره خارجیش نیستی، ایرانیش هم هست. تو هم بزرگترین پیجش ایرانیه اصلا فکر کنم. آره بعد با اسم انگلیسیه. آره. یه جوریه که اونا بتونن ببینن. مثلا تو ویدیو اضافه می‌بینی مثلا طرف تو تمیزی باید پشت پراید. نه اصلا سرنخی از خودش نمیذاره. نه من دیدم هست. تو ماشین شستنشون هست. فکر کنم پرشن راک کلینینگ باشه اسم پیجش. زنده بود. چقدر جالب. این از این. حاجی من یکی از عجیب ترین فکرایی که زده بود به سرم و بارها با هم صحبت کردیم این بودش که به نظر من سیاره اولیه انسان ها زمین نیست. یعنی تو کت من یکیه نمیره که بخوایم بگیم که ما زمینیم، ما از ابتدا باید رو زمین می بودیم. یعنی به نظر من حالا اصلا کاری به کتاب‌های دینی که چیا گفتن نریم، این مشکل خودته. ما با این قضیه مشکل نداریم. سورا بس شد ما کسی راجع به این قضیه صحبت ادامه دکتر برای ربطی نداشت. بچه‌ها بذار من بهتون بگم من خیلی عقیده ها دارم در مورد این موضوع. فکر کنم خیلی اینجا با هم دیگه بتونیم بحث کنیم در مورد این موضوع. باحال میشه. ببین من بعد از اینکه یه سال 2 سال داشتم راجع به این قضیه فکر میکردم، هی فلان اذیت میکرد منو، دیدم که یک کتابی هست
به همین نامی که من گفتم، اینکه انسان موجود فرازمینی است و تو اون دقیقاً همون مباحثی که من گفتم تو اون کتابه هم هست، نوشته یه پروفسوری هم هست، ایرانی هم نیست اصلا، که چاپ ول دوم هم داره فکر کنم جدیدن زده و میدونی چیا رو میگه؟ همون دیگه شما میدونین دیگه، اینکه گرانش زمین برای انسان ها منطقی نیست، خوب نیست، مشکلاتی مثل کمردرد و این چیزا برامون پیش میاد. میدونی مثلا تو ماه شما 2/3 وزن رو زمین تو داری. آره. توی فلان جا کمتر، تو هر سیاره متفاوته. من فکر می‌کنم سیاره اوریجین ما این نیست. نه اصلا خیلی دلایل دیگه. آره دلایل دیگه هم داره. مثلا پوسیدگی دندان مال ما فقط تقریبا انقدری که غذاها به ما نمیسازه. بعد میگفت موجودات رو زمین یا گیاهخوارن یا گوشتخوارن. ما یکی اینکه هنوز بحث داریم سر اینکه ما چی و دلایل محکمی برای هر دو طرفش وجود داره. یعنی هم اونا یه دلایل محکمی آوردن، من کلیپاشون دنبال میکردم، هم اینا یه دلایل محکمی آوردن سر اینکه یه سری از ساختار دندونامون تشخیص میدن که ما گیاهخواریم، بیشتر با موجودات گیاهخوار برابری میکنه. این دوتا دندون نیش بالا و پایین هم میگن که برای ترسوندن و دریدن رقیب بیشتر. آره. و من که فکر کنم از این نژاد دور باشم، چون من خیلی گوشت خورم. میدونی چی میگم؟ من از گیاهخواری اصلا همینو می‌خواستم بهش برسم که هیچ کدوم هم در انتها درست نیست. یعنی تو گیاهو که دست میزنی مصرف میکنی، گوشت هم دست میزنی مصرف میکنی. بدون آتیش ما نمیتونستیم مثال گوشت بخوریم. نه میخوردن. خب دندون نیش برای گوشت، دندون جلو برای سبزیجاته. این که نه من میگم در نهایت بازم با ما نمیسازه. یعنی ولی فکر کنم حیوونا دندونشون خراب میشه، اسب فکر کنم خراب میشه، سگم اصلا همه خراب میشه. بعد اصلا انسان ها اولش آتیش نداشتن که همون موقع هم چی میخوردن؟ گوشت میخوردن خام. اصلا واسه شو ببین بدنشون عادت کرده بود. شاید تو الان مثلا یه باکتری هست خیلی بدن سازگار میشه. ببین قبل از اینکه آتیش کشف کنن گیاهخوار بودن. نه گوشت هم میخوردن. ببین یه چیز بهت بگم، الان میخوام یه مثال بزنم. بدن آدم‌ها عادت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه الان مثلا اینجوری شده ما میخوایم آب بخوریم، یه آب تصفیه شده بخوریم، آب معدنی بخوریم. ولی میگه قدیم این بود میرفتن از توی آب رودخونه مثلا آب میگرفتن میخوردن، مگه توش باکتری نبود؟ خب قدیم مرگ و میر هم بیشتر بود، بیماری هم بیشتر. نه طول عمرشون از همه بیشتر بود. الان طول عمر اومده پایین‌تر. اینو باید در نظر بگیریم. آره اینو به لحظه‌های ملکوتی نزدیک شدیم. خیلی غیر منتظره بود. سعی میکنم که پادکست بعدی رو یه تایمی ست کنم که این داستانا نباشه، ولی دلم میخواد این بمونه. ما باش کاری نداریم. خیلی باحاله. ولی خب تو زمینه این مسئله خورد و خوراک هم بازم مشکل خوده. آره خورد و خوراک مشکل خودم. نه شوخی میکنم. نه ولی خدا اگه توجه کنی از لحاظ زایمان، از لحاظ همه چی، چی دارم بهت میگم، بیشترین مشکل رو باز انسان ها دارن. ببین من یه باوری که دارم، من میگم این تکنولوژی باعث شده که انسان وقتی به تکنولوژی وابسته شدن، باعث شده که ما فکر کنیم که انسان از اول رو زمین نبود. البته هستا، الان مثلا میگن که اجزای بدن انسان کلا از اون مولکول هایی که هست مثلا تو تمام جهان مثلا کشف شده، مثلا به غیر از زمین. خب ولی من میگم که انسان به خاطر تکنولوژی وابسته به تکنولوژی شده، میگه چی میگم بچه نونور شده مثلا این شکلی. اصلا ببین این که تو همه حیوانات هست. الان مثلا میگن گنجشکایی که توی شهر هستن به واسطه اینکه راحت‌تر غذا پیدا میکنن، منقار بهش میگن، یا نوک کوچیک‌تری دارن به نسبت گنجشکایی که مثلا توی بیابون یا مثلا جای جنگلی هستن. اونا منقارشون فرق میکنه. آره اون همین چیزی که تو میگی، یه مقدار این آب تصفیه شده و نمیدونم غذای فلان و بیسار، یه مقدار سیستم بدنی ما رو 100% عوض کرده. خب ما اگه بخوایم از این زاویه به این قضیه نگاه کنیم،
توی تکامل یا همون اِوولوشن هم چیز بود، اون نموداره رو نگاه کنید، انسان خمید قامت بود. داره خمید قامتی کمک میکنه به اینکه گرانش اذیتش نکنه. آره فکر کنم ما که خمید قامت و قد کوتاه‌تر بودیم، حتی آره. پایین تنمون کوتاه‌تر بود، بالا تنمون بلندتر بود. آره. الان تقریبا به یک تناسب رسیدیم. سیخو گفتی ولی واقعا هست. آره دیگه. آره. سیخ چیه؟ هومو ارکتس میگم به ما فکر کنم که انسان راست قامت. راست قامت آره. همون سیخ وایستادن. سیخ وایستادن. آره. خدای سیخ چیه؟ خب دیگه موضوع حل شد. نه حل نشد این موضوع، صبر کن. نه خدایی قبول داری حرف منو؟ من یه خورده ببین سیستم خیلی به آزمایشگاه میخوره. اینکه واقعا ما اینجا پیاده شده باشیم، واقعا ما رو گذاشتن اینجا یک محیط اینم جالبه. واقعا به این قضیه میخوره. حالا چند تا فیلم میبینی، یه دو تا سرنخ بهت میدن، یه چهار تا چیز خودت درک میکنی و اینا، میبینی که بابا انگار واقعا آزمایشگاهیه. اصلا چرا اصلا راه دور تو به یه ماشین قرمز فکر میکنی، 100 تا ماشین قرمز میبینی. من دستم شکسته بود، همه آدما دستشون شکسته بود، یا پاشون شکسته بود، یا یه جاشون شکسته بود. وقتی دستم خوب شد همه خوب شدن. میگم در صورتی که خیلی حالا نمیدونم چه جوریه. میگن جواب براش دادن، میگن که وقتی نظر جلب میشه. آره نظر جلب میشه، ولی من واقعا مخالفم. چون داداش من یه مدت تو نخ 206 آلبالویی بودم. داشت راست میگه. چند تا 206 آلبالویی با هم اولین 206 آلبالویی با هم رفتیم دیدیم. خب ببین دیگه مثل چیز شده بود، مثل ماشین سفید شده بود. آره. مثل پراید سفید یک سر همه جا بود. این 206 آلبالویی همه جا بود. خیلی عجیب بود. تو شهر ما که دیدی چقدر کوچیکه. این یه مقدار به آزمایشگاهی بودن میخوریم، چون که خب یه سری اتفاقات الان چرا یادم رفته، کلی اتفاق. ببین الان این چیزی که تو داری میگی توی جی تی ای سن اندرس زیاد پیش میاد. وقتی تو یه ماشینی میگرفتی کلی پشتش تکرار میشه گیم. آره دیگه رندر سعی نمی‌کرد بره. مثلا من یه چیزی بگم اینجا اول ویدیو، من یه چیزی بگم. من هر چیزی که اینجا دارم میگم بر اساس منطق و اندک دانسته خودم، شاید درست یا غلط و احساسمه. خب ممکنم که درست نگم، فردا روز یه نفر بیاد بگه تو اصلا کامل کسچه گفتی، من میپذیرم قضیه. اما چیزی که الان من احساس میکنم به همین وقت ارزان داستان شده. الان چیزایی که دارم میگم برای احساس الانم و منطق الانم. ممکنه که آره یه نفر بیاد 4 تا دلیل بیاره که نظر کلا نظرمو عوض کنه. پس میگم که نه چیزی که ما داریم میگیم قطعی نیست. مسلما ما داریم چیزایی که تو ذهنمونه. آره میگم دیگه این داستان شبیه سازی شده هم خیلی من میدونی چی میگم. الان سورو چیز قشنگی گفت آزمایشی. خب ببین اگه توجه کنی میگن طول عمر انسان‌ها بیشتر بود، قدشون بلندتر بود. تو میگی الان ما راست قامتیم، الان مثلا قبلا خم بودن. خب چی بود که مثلا قبلا اگه انسان‌ها مثلا این شرایط بهشون همیشه میساخته، طول عمرشون بیشتر بوده، بیشتر زندگی میکردن و همجوری جمعیت بیشتر میشد. اینا اومدن یه نمونه آزمایشگاهی از ما ساختن که عمر کمتری داشته باشن. میدونی مثلا به سمت میگیم مثلا انسان‌ها گیاهخوار بودن دیگه، به سمت گوشتخواری بیشتر رفتن. میدونی همه چیمون دست زده باشه، یعنی همه چی تغییر کرده باشه. این امکانش هم هست. اونو من یه چیز شنیدم میگن که به خاطر غذاهای فرآوری شده جدید مثل فست فود طول عمرمون رو تغییر دادن، قابلیت باروری انسان‌ها کمتر شده و کلا توپلتر شدیم به نسبت قدیم. یعنی مثلا آره بابا میگفتش که 7 برابر 50 سال پیش 7 برابر ما شکر، گوشت، نمیدونم چند برابر مواد غذایی مصرف میکردن و همشون هم نرمال بود وزنشون. حالا ما مثلا میگیم شاید امروزه پشت میز نشستن و تاکسی و نمیدونم فلان و این چیز یه خورده راحت تر زندگی کردن باعث شده باشه ما چاق باشیم، اما اونا 7 برابر ما مصرف میکردن، دیابت نمیگرفتن به اون صورت. حتی عکس مثلا سال 1970 بیای مثلا مقایسه کنی با مثلا عکس امروزی، عکس که از شهر گرفته شده باشه، میتونی ببینی اکثریت چه استایلی. ببین غذا خیلی رو ژنتیک تاثیر داره، جوری که الان نمیدونم دقیقاً کره جنوبی بود یا ژاپن بود. خب
مردم اکثرا قدشون کوتاه بود ولی اومدن یه برنامه چیدن از خودشون قدشون کوتاه بود. کلا قدشون اونی چه قدشون کوتاه بود، اومدن یه برنامه چیدن، یعنی برنامه غذایی درستی برای بچه‌هاشون مثلا تدارک دیدن، خب که باعث شده الان میانگین قدشون بیشتر باشه. حالا میدونی چی میگم؟ قدشون بلندتر باشه ولی هم قده فقط میتونن پیشرفت کنن. خوبه. آره دیگه. ببین بعد میدونی به نظر من به کتاب‌های دینی، خب دهاندرد رو دیدی دیگه. آره. شما ندیدی دیگه علیرغم اصرار بنده. من 2 قسمتشو دیدم. یکی دهاندرد واقعا دیدگاه تو نسبت به این دنیا عوض میکنه که وستورد 1 مخصوصا. اصلا بعد از اون دیگه نمیتونی. آره. بعد از اون دیگه نمیتونی عادی فکر کنی. مخصوصا وقتی یه خورده عمیق فکر میکنی راجع به یک سری مسائل، مخصوصا سیاست. میبینی که یه سری مسائل واقعا برای تو تا قبل از اینکه این فیلم‌ها رو ببینی این دریچه فهم برات باز بشه، یک سری مسائل در جامعه برات تو نشدنی بود، اما میبینی که خیلی راحت این اتفاقا تو لول‌های بالاتر میفته. انگار هرچی لول بالاتر میره بیشتر میدونن راجع به یه قضیه‌ای و ما نمیدونیم. همین قضیه که میگن ممکنه که زمین تخت باشه، دنیاهای دیگه‌ای دور ما باشه، مثلا نمیدونم آزگارد و فلان و بیسار اینا باشه و ما نمیدونیم. توی این فیلم هم دقیقاً همین جوریه. یعنی یه جوریه که مثلا اونی که کفه یعنی اون آدم‌های اطلاعی از 2 سانت بالاترش نداره. و امروز وقتی تو این فیلم‌ها رو می‌بینی، بعد یه 4 تا سرنخ هم توی همین سیاست و جامعه و بالا پایینش می‌بینی، میگی که ممکنه باشه. واقعا من خودم وقتی که دیدم این فیلم‌ها رو و یه خورده بالا پایین کردن، احساس می‌کنم واقعا ما تو محیط آزمایشگاهی هستیم. ما حالا نمیگیم این اتفاق افتاده، ما میگیم که هیچ حالا محیط آزمایشگاهی هم براش فعلا نیست. آره. اصلا من به کتاب دینی به نظر مثلا معیار درستی نه من خواستم به این نکته‌ای آقا میدونی قدیمی ترین کتاب دینی ما کیه؟ ببین مثلا انسان خیلی بیشتر از اون تایم داره زندگی میکنه. آره نه من یه چیز دیگه است. مورد من اینه که اکثر کتاب‌ها اومدن گفتن که شما یه سیبی خوردین، ما شما رو انداختیم رو زمین. آره. ما میگیم بیس قضیه رو بپذیریم. ما سیب رو به عنوان سطحی نگاه کردن اگه بخوایم نگاه کنیم، ببین این باز در صورتیه که درست باشن، ما اگه بخوایم سیب و سطحی نگاه کردن بهش انجام بدیم، داستان نیوتن انجام میشه، در حالی که میگن سیبی نبوده، گفتن سیب که ماها بتونیم درک کنیم. درسته؟ من میگم که بخوایم عمیق شیم. چرا همه کتابا دارن یه حرفو میزنن؟ همه ادیان یه حرفو میزنن. شاید یک اتفاقی افتاده، ما در یک سیاره، یه بعدی، یه جای زندگی خوش و خرممون رو می‌کردیم و یکی از تبعید شدیم اجداد ما آره یه اشتباهی کرد برای اینکه ما بفهمیم یه سیبی کند. مطمئن سیب نیست قضیه، هر چیز یه چیز دیگه بود. آره یک اشتباهی کرد برخلاف قوانین اونجا و تبعیدمون کردن به زمین و دوباره تو زمین داریم همون، چون تو ژنمون خلاف بوده تو زمین دوباره داریم همون اشتباه. آخه میدونی چیه؟ مثلا گفتن که مثلا همون قصه حضرت آدم گفتن مثلا ابلیس بود، مثلا به شکل یک مار در اومد. خب حالا شاید یه چیزای پیشرفته تری بود که اگه مثلا قبلا در موردش صحبت میشد آدمای گذشته نمیتونستن اونو درک. چرا همین الانش ما هم نتونیم درک. بابا تو با پای راست و چپ رفتن تو دستشویی رو اومدن گفتن حرامه، چون مردم مثلا نمیدونستن درک کنن که بابا نیمه سمت راست سنگین‌تره، نیمه سمت چپ مثل که سبک‌تره. واسه همین میگن که با پای راست نرید داخل که اگر تو این حد فاصله مردید نیافتید تو دستشویی، بیافتید بیرون دستشویی. ولی خب نمیتونستی اون موقع بگی که بابا این قضیه است، مردم درکشون در این حد. میتونستم بگم آقا گناه نکنید و مردم نمیکردن. من اینو نمیپذیرم. ولی چرا؟ به خاطر اینکه هیچ کتابی نیومده بگه که همه کتابا ادعای اینو دارن که ما خیلی جلوتر حد زده بودیم، اینا رو میدونستیم، علم شما قاصر بود. خب باشه، حالا که علم ما قاصره 2 تا چیز از تو اون کتابه کشف کنیم، نه اینکه ما هزاران دلیل رو بررسی کنیم
بعد بیایم بگیم پس اینجا اگه ما اونجاست. میمردیم، یکی از تفسیرهاش این میشه. آره ما اگه میمردیم با پای اونور بریم با پای اینور بریم میافتیم به عقب، توی دستشویی نمیریم. یعنی واقعا دغدغه این بودش که ما توی دستشویی میریم. آقا دستشویی الان هم با قبلا فرق میکنه. آره دستشویی خیلی دستشویی فرق. یا مثلا جای کثیف داری میری. ولی یه چیزی که من این سری بهش خوردم، نمیدونم گفتم بهتون، نمیدونم توی قرآن گفته بود که هابیل و قابیل و فلان و بیسار اینا دیگه، درسته؟ دومین نسل انسان چیزم هومو هابیلس دیگه، هابیل داره مثلا تو اسمش. و فکر میکنم که بازم همون داستانی که همشون یه چیزی رو میدونن به شکل خودشون برامون تعریف کردن و دین ساختن ازش. همشون یه سری باگ ها دارن. اینکه ببین من میگم که قومیت های مختلف داریم، چرا مثلا رنگ و نژاد های مختلف داریم؟ مگه 2 نفر نبودن اومدن؟ آقا ببین مثلا قضیه میدونی چیه؟ من به نظر مثلا کتابای دینی و حالا هر کس عقیده خودش رو داره، من نظر اینه کتاب دینی خب مخصوص دوره خودش بود و اینکه اگه مثلا توش قوانینی بوده برای اون دوره بوده، شاید بر اساس مشکلات اون زمان چیزی بوده که این کتاب اون آوردن گفتن آقا بر اساس این باید پیروی کنین، یه چارچوبی بهشون دادن. ولی الان به نظر اون چارچوب جوابگو نیست، هیچ کدوم از اونها 100% جوابگو نیست. آره ما نمیخوایم به مسئله دین ورود. نه من داشت مخالفم. اینو خواستم بگم که وقتی انسان ها میرن، آره خودت میدونی، وقتی انسان ها میرن قاره آمریکا میبینن یک قومی هستن به نام آزتک ها. قوم مایا ها وجود دارن، قوم آزتک ها وجود دارن. خب باشه، اون زمان که نه هواپیمایی بود، نه کشتی بود، نه داستانی بود، اینها چگونه رفتن اونجا؟ مگه 2 نفر نبودن؟ محل فرود کجاست در کتاب‌های دینی؟ میدونید؟ آفریقا و ایناست دیگه، نیستش مگه؟ نه همش تو همین ناحیه است. خب کجا میدونید؟ نمیدونم کجا، ولی میدونم که همه همین سمت. کعبه فعلی. آره همه تو هم اصلا عربستان همینجا. اصلا کعبه فعلی فرود اومد انسان و میگن که در نقطه مقابلش شیطان فرود شد. آره. اینجا اگه مقدسه، اینجا غیر مقدسه دقیقا. خب کاری ندارم، بحث من اینه که از اونجا چجوری میتونستی بری که قوم آزتک ها به وجود بیاد؟ بعد تو میبینی توی آسیا هم ما اهرام داریم، توی قوم مایا و آزتک هم بچه اگه سرچ کنید نمیدونم میدونید یا نه، بازم اهرام هایی داریم که به اون شکله، حالا تیز نیست سرش، مثلا یه حالتیه بعد اینجوری میشه، ولی به هر حال یه خط فکریه. چی شد که اصلا خواستین اینو بسازین؟ چرا غیب شدن اون قوم ناپدید شدن دیگه؟ وقتی انسان اومد اونجا سکونت کنه اون قوم دید نیست دیگه، به یه طرز عجیبی ناپدید شدن که باز میرسیم به فصل آخر دهاندره. اگه دیده باشید، اگه ندیده باشید هم که نمیگیم که اسپویل شه. خب این که میگم بازم من حس میکنم که چرا؟ چون تکنولوژی های قبلا انسان ها رو میبینی، این عجایب هفتگانه چجوری ساخته شدن که با تکنولوژی امروز شدنی نیست. هنوز منطق انسان میگم دیگه ما چیزی که ما تهش بتونیم 200-300 سال قبلمون خیلی بر اساس آثاری که از متوجه بشیم، ولی بیشتر از اون به نظر نمیاد. اگه تاریخ دست خورده باشه چی؟ 100% دست خورده. بابا من ندیدید آزمایش‌های گروهی و 40 نفر وایستادن به نفر آخر یه چیزی میگن و اینا در گوشه هم هی میگن تا به اون یکی نفر اول برسه. خب ولی نمیتونه اون کامل بیان کنه. 40 نفر عوض میشه قضیه. حالا تو فکر کن، بابای من همیشه یه مثالی میزنه، میگه خیلی زور بزنه راجع به گذشته وقتی میخوام، میگه خیلی زور بزنی پدر بزرگت واسه یه چیزی تعریف کرده باشه از جوونیش دیگه، بعد از اونو دیگه تو نمیدونی، یا ممکنه یه شکلی تو هم تازه پدر بزرگت برات تعریف کرده باشه. یعنی تماما تو اصلا بیشتر از خودت به کسی متکی نباش، قبل از خودت اصلا هیچی. یه خاطره از جنگ جهانی اول بگو که گوش به گوش رسیده بهت از پدر بزرگت. هیچی نرسید. یه خاطره از جنگ جهانی دوم اول. با بزرگم که با هیتلر صحبت میکرد تعریف شد. داداش همینجا تعریف شد. قضیه کلاغ چل کلاغه. آره من میگم آفرین، به قول سهراب میگه آقا
تو از کجا میدونی دست داده نیست حتی اگه بهت برسه؟ خب ما که داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم از کتابا میخونیم. می‌دونی چی دارم بهت میگم؟ یه سری چیزایی که دیگران نوشتن خواستن ما باور کنیم. هیچ منطقی اصلا ما آدما هم یه دوست داریم که اون چیزی که خودمون دلمون میخواد و تعریف کنیم. یعنی مثلا دو نفر با هم دعوا میافتن، میری سمت این باهاش صحبت میکنی، میگه که من 5 تا مشت بیس زدم، میره با اون صحبت میکنه، اونم میگه من 5 تا مشت بیس زدم، در صورتی که هیچ کدومشون کبود نیستن. یعنی اصلا کی یکی زده این وسط. حالا تو فکر کن در تاریخ تازه اون موقع مورخان و مثلا فلان حالا نویسنده و اینا تحت درباری هم بودن، داره تحت فرمان بودن. یعنی اون میگفت این یتکر ننویس اینجا بنویس، من مقتدرانه جوابشون رو دادم حتی اگر یارو میشه. حالا تو فکر کن دیگه. بعد ما این همه در تاریخ طاعون و جنگ‌های جهانی و جنگ‌های صلیبی و این همه جای دنیا درگیر جنگ بوده، کتاب‌ها چجوری موندن؟ این منظورمو چجوری همه اینا رو حفظ کردید وسط این همه بلای شد؟ ببین خیلی هم سخته. ببین آخه تو الان یه سری نویسنده ما داشتیم، مثال نویسنده دستوری بودن، دستور میگرفتن چی بنویسن. یه سری نویسنده داشتیم که نویسنده مخالف حکومت تو بودن، یعنی یک چیز دیگه می نوشتن که اصلا ممکن بود که در مقابل اون چیزی که نویسنده دستوری تو نوشته باشه و با افراط باشه، چون یارو ازت نفرت داره دیگه، میدونی چی میگم، و میخواد تو رو ضعیف جلوه بده. حالا این وسط دوباره درست هست. الان هم داریم جفتش. الان هم داریم. الان هم جفتش داریم. رسانه ها دارن این کارو میکنن دیگه. یه رسانه یکی رو قوی نشون میده، یه رسانه یکی رو ضعیف نشون. و حالا واقعا الان واقعیت چیه؟ یعنی در راجع به گذشته ما اصلا نمیشه به گذشته استناد کرد، یعنی نه. چون هیچ چیز ثبت درست نشده. میگن که مورخ داشتیم، ما مورخا یا دستور میگرفتن یا پول میگرفتن یا زاویه داشتن یا کسی هم بر دل خودش که نمیومد بنویسه، که وسط گیر نداشتیم ما بگیم که من عادلم میخوام بنویسم. اگرم نوشته باشه کتابش چاپ نشده یا سوخته یا پاره شده. تو مبحث تاریخ میگن دقیق ترین تاریخ رو هرودوت نوشته. ولی داداش تمام ادیان الهی، دقت که چی شد، ادیان الهی کتابهاش اکثرا منتقدهاش خودشون که همه میگن، به قول تو با هر کی صحبت کنیم میگه من 5 تا مشت زدم. تمام منتقدای هر دینی میگن که آقا اون دینه مثال تحریف شده کتابش. خود اون دنبال کننده اون دینم ببری گوشه رینگ بگی چرا کتابت همچین حرفی زده، میگه داداش حریف شده. آره. کم بیاره داداش حریف شده. دیگه ببینه یا که تفسیر میکنه میگه که نه اینجا گفت بکش یعنی دوستشون داشته باش. آره. یعنی مثلا یه چیز دیگه میگه میگه لا اکراه فی الدین. ولی آره هرچی ما میگن چی میکنیم دیگه بر اساس نیازهای امروز ما اونو مثلا آپگریدش میکنیم، بروزرسانی میکنیم. نداره، خیلی مشخصه، صریحه، متن صریحه. خب اگه متن صریحش مشکل داره، اگه حرف صریح من مشکل داره دیگه من نباید تفسیرش کنم. آره. خب دیگه تفسیر نداریم که بابا. یا میان میگن داداش گوشه رینگ باشن، میگن تحریف شده، داداش این دست خورده، ما همچین چیزی نبود که. حافظ میگفت شراب و لعل لب یاری، میگفت خدا رو میگن. تعریف چی؟ یارو ببین چی گفته. یارو گفته آقا صریحه من این مشکل ذهنی من خودکشی کردم. نه میخواست به خدا نزدیک بشه. این آقا کشته یارو خودش تو فشار اقتصادی. حالا تو فرض کن ما میگیم کتاب‌های الهی که انقدر ازشون محافظت شد، دین طرفه، دوش طرف با جون و دلش محافظت میکنه از این باز شما داری میگی تعریف شد. حالا شد یا نشد خودتون دیگه میدونید. کتاب تاریخ چرا تعریف نشه؟ چرا نشه؟ مثل آب خوردن تعریف میشه. خب دیگه من میگم آقا این باگ هایی که تو ذهن من یه دونه کلیپ دیدم، یکی از سنگای اهرام سلاسل می‌خواستم 3 تا لیفتراک می‌خواستم بلند کنن، 3 تاشون چرخاشون بالا بود، زور می‌زدن چرخه بالا بود. اینی کی برد؟ با چه تکنولوژی اینجا به جا شد؟ ببین قطعا چیزایی اومده مثلا میگن که الان اهرام سلاسل که اصلا واسش اصلا با امکانات امروزی هم به هم نظر امکان نداره. یه دونه زیارتگاه هستش، معبد نمیدونم چیه، تایلند اگه شما. آره توی من دیدم خیلی عجیبه. کوهیه، معبد بودا فکر کنم. آره یه کوهیه، کوه رو تراشیدن. خب این شاید بشه حالا کوه رو بتراشن، بعد میذاری رو هم میروره، یعنی
با دستگاه لیزر امروز نمیتونی تو همچی چیزی بسازی. این فکر کنم توی تخت جمشید ما هم این اتفاق افتاده. تو تخت جمشید هم بذاری روی هم کپی هم. این چرا من باید زمانی که اینو میتونی تحقیق کنی، میتونی سرچ کنی، چرا من باید زمانی که لامپ اختراع نشده، برق کشف نشده، من باید باتری بسازم در ایران؟ داشتم تلاش میکردم به چی برسم. ببین من باید بدونم الکتریسیته چیه، برق چیه، که با امکانات قابل هم یه چیزی راجبش بسازم. که ببینید بچه کوزه است. اصلا کوزه است، چون اون موقع دیگه قالب چیز فلزی که نداشتیم که نه دیگه کارش نمی‌تونستم بکنم با تکنولوژی. نزدیکترین چیز به مثلا یک مخروط فلزی یک کوزه بود که منطقی ترین مخروط میگن؟ نه استوانه فلز. آره مخروط اونجوریه. تنها جوابی که میتونم برای این قضیه بدم اینه که داداش ما تکنولوژیمون پیشرفته بود، اومدیم توی یک سیاره که فرض کن دیگه به قول بچه‌ها پریمیتیویم، دیگه عقب افتاده نمیشه، عقب مونده میشه تقریبا. این دنیا عقبه داداش، نه برق داره نه تکنولوژی داره. یه سری مثلا توی یه سری دانشجو داری. آره اینا که مثلا تکنولوژی نرن، من باید از بیس خودم بسازم. موقع من میام باتری رو میسازم، وگرنه چرا من باید باتری رو بسازم؟ من که هیچ علمی ندارم که باتری چیکار میکنه. چیکار قرار باتری اتفاقی کشف نشد. چرا باید اتفاقی؟ میدونی چقدر آره واقعا سخت اتفاقی که تو یه چیزی بیا اسید داشته باشه، توش زغال بریزی، توش زغال باشه، از اون ور یه دونه سرش رو رسانا کنی. آره. یعنی امکان نداره اتفاقی مثلا اینو کشف کنی. مثلا دستم خورد. ولی رنگ میگن مثل اینکه اتفاقی کشف شد. میگن. آره بازم آفرین. میگن. به نظرم هیچ چیز اتفاقی نیست. یک آره چیزی هست که فرار میکنن از جواب دادن به. ببین حتما ببین امکان نداره مثلا ولی همه چی به هم ربط داره. مگه میشه تو مثلا ایده یه چیزی بیاد تو ذهنت، خب نمیتونی اتفاقی نمیتونی تو ذهنت بسازی که. به نظر من این یه جوری با آدم الهام میشی، از گذشته تو وجود ما بوده و این چرخه هی داره تکرار میشه، همش به یه جایی میرسه داره نابود میشه. به نظرم این شکلیه، وگرنه هیچ چیزی نیست. مثل یه سری چیزا تو دی ان ای ثبت میشه دیگه. آره دیگه مونده برات. میمونه برات. یعنی الان مثلا نمیدونی چرا این فکر اومد. آفرین. میبینی که مثلا خب اینو نظریه چیزم میگه دیگه، میگه از تجربیات زندگی گذشتهته. چی بود؟ میمیری دوباره میای. باورم نمیشه که یادم رفته. تناسخ هم میگه که اینا از تجربیات. ببین آخه من یه ویدیویی دیده بودم، حالا رامی مثال خوبی زده بود در مورد اهرام ثلاثی، گفت مثلا سنگش خیلی سنگین بود و نمی‌تونم بلند کنه. من یه ویدیو دیدم یه دونه غار بود، بعد این طرف داشت میرفت داخل غار، میرسید به پایین ترین حدی که تو اهرام ثلاثی میتونی بری، بعد طرف همینجوری داشت میرفت. من منتظر بودم، اینجوری داشتم نگاه میکردم که آقا اصلا چجوری تونستن انقدر زمینو بکنن برن پایین. بعد وقتی که میرفت زیر، خب یه فضای مثلا بزرگی بود، همه مثلا خطاطی شده بود، تاریخ نوشته بود. خیلی عجیبه. ببین با امکانات اون موقع بتونه اینقدر زمینو بکنه. الان درون درست میکنن که بره اون زیر مثلا ببینه که چه خبره. من میگم تازه مثلا یه چیز عجیب دیگه از تو تاریخ که باگ جدیدی که پیدا کردن اینه که یک سنگ‌های کاملا گرد وجود داره به وزن‌های بالا که خیلی مویی و دقیق تراشیده شده که اصلا امکان نداره. تاریخش فکر می‌کنم واسه که قبل از پیدایش انسان‌ها، حالا دوره دایناسور هست. این عجیبه. یعنی من میگم که من عمیقاً به این معتقدم که ما اومدیم دایناسورها رو منقرض کردیم، خودمون صاحب زمین شدیم. تو موزه مسیحای اصفهان یادت پارسال رفته بودیم، روی یک متنی نوشته بودن. بعد الان با میکروسکوپ دارم میبینم تو میتونستی بخونی تو چجوری نوشتی. ببین البته یه چیزی هم بگم، من اصلا تلسکوپم میکروسکوپم داشته باشم، خب یک قلم خیلی ریزم داشته باشم، دست میلرزه. به من نگین اون با دست نوشته شده، چون من باور نمیکنم. ببین یه چیزی هم بگم،
انسان ها قبلا علاوه فیزیکی توانمندتر از امروز هم بودن. دستشون نمیلرزید. اونو نمیگم. تیز. مثلا زیر زمین رو میگی، مثلا الان داستان چیزو میدونید، قنات‌های ایران چقدر درازن، در چه طولی ان، چقدر عمیقن، قنات ابعادی دارن. ببین این باز مثل دیوار چین یک اراده انسانی میخواد صرفا. خب دیگه ولی شدنیه. قنات برای رسیدن به چیه؟ آب. رسیدن به آب زمینو نرم میکنه، اون قسمت جایی که آب زیر زمین است، ولی مثل اصلا آبی زیر. الان مثلا این سری یه دونه ویدیو من دیدم از قنات، فکر کنم میدونم یکی از قنات‌های اصلی برای بقا داشتن میجنگیدن. ولی اهرام ثلاثه دلیل منطقی نداره که من باید چرا برای بقا بجنگم، باید چرا اینقدر انرژی بذارم یه سرش. چیزی زیر همین اهرام ثلاثه بسازی، یک با چند تا میله هم شبیه به همین اهرام ثلاثه بسازی، یک میوه‌ای بذاری وسطش، یک چیزی بذاری وسطش. دیدین اینو ویدیوشو؟ بیشتر از نکن تو یک مثلث این شکلی درست کن با میله، بذار اینجا یه سیب بذار وسطش، یه سیب بذار بغلش. مثلا این سیب 5 روزه میپوسه، این سیب مثلا 1 ماه طول میکشه، 2 ماه طول میشه. ببین شاید یک رازی داشته که اینا حالا با زور انسانی یا هر چیزی که بوده، به خاطر اینکه بقاشون بیشتر بشه، چه میدونم حکومتشون بیشتر بشه، چه میدونم. پس یه تیکه از پازل نیست. آره در هر صورت ما الان داریم اینو کشف میکنیم تازه، در حالی که اینا میدونستن از اون قدرت استفاده کردن. پس ببین چقدر جلوتر بودن. 100%. میدونی چی دارم بهت میگم؟ وقتی تو میشنوی مثلا تمدن آتلانتیس آره. شهر سوخته، شهر غرق شده، میبینی انقدر این ادوانس بود، پیشرفته بود که مثال دیگه خودشون باعث نابودی خودشون شدن. این نمیدونم یا باز تاریخ تعریف شده که البته بازم من دارم میگم که پس شواهدی که داریم میبینیم و چیکار کنیم. ببین اصلا خیلی در مورد همین تعریف شدن تاریخ من اسم میکنم اینا رو یه چیز بهت بگم، من اسم میکنم اینا شواهد رو سوزوندن، همه چی رو از بین بردن، مثلا 7-8 تا چیز رو نتونستن از بین ببرن. داشت اهرام ثلاثه رو چجوری میخواست از بین ببره یارو، نتونست. الان ما با خودمون فکر میکنیم اگه این اهرام ثلاثه از بین بره، تو میای برای بچت تعریف کنی که یه روزی اهرام ثلاثه‌ای بود؟ نه بابا، تموم شد، در یادها میمیره، در کتابها حذف میشه. اصلا متوجه منظورم شد؟ آره اصلا یعنی باز هم میتونن دوباره تاریخ رو حذف عوض کنن، بله عوض‌تر کنن. یعنی الان امروزه من تو پادکست میگیریم داریم میگیم که چرا این پدیده باید به وجود بیاد، پس تاریخ رو دست زدن. میاد چیکار میکنه یارو؟ میگه خب اوکی به این شکل داریم. شما هم تو همین الان یه سری سفر به شهرهای تاریخی داشته باشی، میبینی جاهای تاریخی مذهبی چقدر بهشون رسیدگی میشه و غیر مذهبی ها رو باید بری ببینی. داغون. چرا؟ چون اسلام میخواد جاپای خودش رو سفت کنه. بس اصلا اسلام نیست، همه ادیان. حالا ما چیزی که تو ایران میشه دید راحت رو میخوام بگم، میتونی راحت ببینی، چون میخواد این کار بکنه که بگه که از یاد ببره 2 نسل دیگه واقعا دیگه شاید نبینن دیگه. الان من ببینم دیگه برای بچه‌م تعریف کنم، بچه‌م دیگه اصلا یا شاید حوصله‌اش نگیره، اصلا براش مهم نباشه که به بچه‌ش انتقال بده. و اینجوری آره زمان ما میرفتیم راحت میتونی ببینی که چقدر و این تکنولوژی هم کم کم مقدار کنترلی که اینا رو ما دارن واقعا اصلا آدمو میکنه. یعنی مقدار نه خیلی زیاده. حس ببخشید یه هرمی هست ماسانا درست کردن، بالا تک چشم، پایین میاد مثلا ملکه الیزابت میشه فلان، میاد اعضاشون میشن، میاد پایینتر حکومت‌ها میشن، دولت مدارا میشن، میاد پایین هرم یه مش گوسفند هستن، بعد نوشته you are here، شما اینجایی. و این که میدونم اون برگشته به ما گفته گوسفند و من تیکه های پازل رو میذارم کنار هم، میبینم اینقدر قشنگ رو ما تأثیر دارن، نظارت دارن، اینقدر راحت میتونن با ذهن ما بازی کنن. واقعا اون حسه بهم دست میده که واقعا ما اونجاییم.
شاید دست و پا بزنیم به دنه‌های داشت. الان من یه ویدیویی دیده بودم چند وقت پیش، بعد یه مورچه‌ای بود هی دورش خط میکشیدن بعد مورچه از خط بیرون نمیره. میدونی چی میگم؟ اینا هم یه سری چیزا، یه سری باورا دارن واسه ما میسازن که ما رو توی چارچوب نگه داره. سری وابستگی هم داره ما میسازن که ما رو همچنان فالوور و هم وابسته نگه داره. وابستگی که الان خیلی زیاد شده. یه مثالش هم همین چند ساعت پیش داشتیم صحبت میکردیم در مورد گوشی و شارژ شدن گوشی و این چیزا. حالا این روزا آدما چقدر فکر میکنن؟ هیچی فکر نمیکنن. تا حالا رفتید بیرون مثلا با یک جمعی همه دستشون گوشیه، من از اینجا استوری بگیرم، من از این ویدیو بگیرم، من به هیچی فکر نمیکنم. یعنی کنارمون یه اتفاق بزرگ بیفته، مثلا بشقاب پرنده مثلا بیاد، همونو ویدیو میگیریم به جای اینکه بشیم راجعش فکر کنیم آقا این چی شده، این چی. ببین من یه چیزی بهت بگم، من جدیدن اندیشه رو میخوان از انسان بگیرن دیگه. من جدیدن داشتم یه چند تا کتاب گرفتم دارم میخونم، بعد مثلا شب میخواستم همیشه بخوابم میرفتم داخل گوشی. خب نه میرفتم داخل گوشی مثلا ساعت 12:30 شب برای مثال. چه کتابایی معرفی کن؟ مثلا این جدیدترین که میخوام نبرد منه، هیتلر، کتاب هیتلر. خب ببین مثلا چجوری بود، میرفتم داخل گوشی بعد میرفتم اینستا تو ویدیو میدیدم، بعد میرفتم رمانتور میشه خاطرات هیتلر. ببین مثلا میرفتم داخل یوتیوب، میرفتم داخل اینستا، مثلا فکر کنم ساعت 12:30 گوشیو میذاشتم نگاه میکردم روشون ساعت 3. ولی مثلا رفتم داشتم کتاب میخوندم 4 صفحه خوندی 5 دقیقه گذشته، 20 صفحه خوندم دیدم نیم ساعت گذشته. بعد خیلی واسم عجیب بود. میدونی چیه؟ اصلا خیلی از تایم ما رو داره میبره. بعد هر چی که این قضیه داره میگذره عجیب میگذره است. ببین ما قبلا یه گوشی رو الان میخوام مثلا همین زمان عجیب میگذره. من امروز شنبه است دیگه، یک عادتی حالا من و خانومم داریم، اول هفته به هم دیگه صبح پیام میدیم که سلام هفته خوبی داشته باشی فلان میسا این داستانا. امروز صبح پیام خوندم که امیدوارم هفته خوبی داشته باشی اینا. شنبه شد. گفتم مگه اینو پیروز به من نگفته بود؟ مگه پیروز شنبه؟ من بخوام فکر کنم وای یک هفته گذشته. ببین اصلا مبحث بعدی پادکست آره میخوای بازش نکنیم. آره جمع میشیم سر زمان، ولی عمیقاً ما راجع به زمان صحبت کردیم که داره چی جوری میگذره، چی داره میشه. ببین تکنولوژی‌های امروز، وابستگی‌های ما قبلا مثلا حالا بچه‌های امروزی نه، خب قبلا مثلا ما سنمون پایین‌تر بود، زیاد گوشی و این چیزا مد نبود، مثلا که بچه‌ها همش گوشی بازی می‌نشستیم سر تلویزیون، سر کنسول و این چیزا. خب الان شده گوشی. قبلا مثلا تلویزیون و کنسول واسه ما یه سری قوانین و این چیزا بود که کنسول زیاد نبود. آره خب واسه ما بود تلویزیون و کنسول بود. سگا دیگه. آره دیگه من سگا داشتم، اولین کنسول من سگا بود. ولی پسر خالم PS1 داشت. خب هم پیکسلی بود. باز اونم ما یه سری قوانین داشتیم، باز با بچه‌ها میرفتیم بیرون بازی می‌کردیم. بچه‌های امروزی تو نمیتونی گوشی رو از دستشون بگیری. ببین گوشی رو از دستشون بگیری انگار یه مشت خوابوندی تو صورتشون. ببین من یه ویدیو دیده بودم، فکر کنم داشت، خدا کنه داشته باشم که من بذارم تو چنل بچه‌ها چه بچه آیپد داشت بازی می‌کرد، آیپد چتای ما آیپد اثرات آیپد یک مادری قبل از آیپد خریدن برای بچهش و بعدش رو به تصویر گذاشت. وای چقدر قلبم شکست. بچه داشت زندگیشو میکرد، بچه میرفت پروانه میگرفت، میرفت راه میرفت تو بازی میکرد. وای داشت. ببین بهترین تعریفی که میتونم داشته باشم، بچه داشت زندگی میکرد. و من اولین گیمر خانواده‌مون بودم، همیشه مسخره‌ام میکردن، اذیتم میکردم، کاری ندارم. من اولین بودن ها توی فشارن. آره. اولینن. الان آخرین نوه خانواده ما کنسول رو ازش بگیری تلویزیون رو تو سرت خورد نکنه خیلی عجیبه. و از دوره ما اصلا این شکلی نمیذاره کس دیگه ای بازی کنه. من به عنوان معتاد بازنشسته میشینم اون گوشه بچه‌ها دارن بازی میکنن و من خودم رو دور کردم از این داستانا. ببین کاری به علاقه کسی ندارم، من خودم هنوزم گیم میزنم، بحث این نیست اصلا. بحث اینه که کنترل داشته باشیم روی این قضیه. آیا اون داره منو کنترل میکنه یا من اونو کنترل میکنم؟ من نوتیفیکیشن
تمام نرم افزارامو بستم، من تعیین میکنم کی تو رو چک کنم. من برده تو نیستم تو به من بگی الان بیا فلان چیز. بازی مثلا جعبه شما باز شده بیا سر بزن، به تو چه ربطی داره؟ من وقت خونم میام، تفریح منی، میفهمی اینو که تفریح منی. تو نمیتونی منو کنترل کنی. من توی سری زمینه‌ها کنترل دارم، تو فکر کنم اکثر زمینه‌ها کنترل دارم، ولی اینستاگرام منو درون خودش بلید. ببین نه البته این مقدار برای فرارم هست، روزایی که خیلی استرس دارم فرار میکنم، ولی خب این تبدیل به یک عادت شده برام و تنها چیزی که نمیتونم کنترلش بکنم. ببین قشنگ و باید کنترلش بکنم. آجی ببین آسیب میزنه، چون خیلی چیز من گرفته، من خیلی وقت میخوام یه صفحه کتاب بخونم نمیتونم. اما قضیه که یارو عکس مجله رو باز میکنیم یهو اینجوری میکنیم میخوایم زوم کنیم، میدونی اون شکلی شدم دیگه. باید حتما یه چیزی ببینم که خودش از خودش تعریف کنه، حرف بزنه، تکون بخوره، فلان بیسار. گوش میدید دیگه خیلی سخت شده این قضیه اصلا و باید اینو ترکش کنم. کتاب اصلا کتاب یه مثلا بگیم کتاب یه سری جبهه میگیرم، برای کتاب واقعا با آدم کمک میکنه. ببین همون خوندن کلمات، جزو افرادی هم که جبهه میگیرم. ببین آخه میدونی چرا رام؟ ببین یه چیزی بهت بگم، تو ویدیو میبینی شاید یه چیز آماده تر و راحت تر باشه. کتاب پرسن نیستم. ببین کتاب، حالا من فقط کتاب منظورم مثلا بهت میگم منظورم چی. ببین یعنی تو هیچ مثلا تو صدای فرد رو میشنوی از اون ویدیویی که داره میبینی، چش و گوشت درگیره، خب ولی داری حرف اون طرفو میشنوی، ولی کلمه رو وقتی میخونی بعد تو ذهنت چیش کنی، ببین بعد فوکوست بیشتر رو کتاب باشه. نمیدونم مثلا نمیتونم کتاب بخونم. یه اسم بیماری که من دارم میگم، اسم بیماری که دارم انقدر. خب تسته، بری دکتر اینو میذاره جلوت میگه این کلمه رو بخون. من 10 بار اومدم بخونمش، حوصله‌ام نگرفت، سرهمم هست یه سره هی میام 3 تا کلمه اول، 2 تا کلمه اول، نه من باید بتونم 5 تا کلمه اول، نمیتونم. خب به خاطر ADHD هم هست دیگه. آره من ذهنم میره. آره این بعد خب این ببین یه چیزیه که تو الان مثلا این فکر رو در موردش من یه رفیق داشتم بنده کفشش نمیتونست ببنده با مولکولهای پام. مثلا من داشتم درس میخوندم اینجوری بودم سلول داره، سلول توش. بابا من امروز اومدم دوربینو بزنم به شارژ، من یه اندک ADHD دارم میخورده. امروز اومدم دوربینو بزنم به شارژ، بعد اومدم تو آشپزخونه یه کارای دیگه کردم، مثلا اومدم وسایل آماده کردم که می‌خواستیم بریم، دنبال سیم شارژر میگشتم، اومدم اون اطراف که روی میره ذهن، بعد دنبال وسایل گشتم، بعد اومدم رو صندلی نشستم، وسایلی که جمع کردم اومدم رو صندلی نشستم، یهو دوربین رو دیدم، گفتم وای من دنبال سیم شارژر بودم و 2 ساعت دوباره حالا گشتم سیم شارژر پیدا کردم. ولی میگم که خیلی سریع آدمو یهو میبره یه جای دیگه. این تکنولوژی اصلا باعث شده ما به چیزای الکی فکر کنیم. یعنی یه رویا پردازی هایی برای خودمون بکنیم. الان آدم‌ها این شکلی شدن، یه سری رویا پردازی واسه خودشون میکنن که رویا پردازی الکی. یعنی مثلا تو فکر میکنی که الان سوار یک ماشین میلیون دلاری، مثلا من اگه سوار مثلا بوگاتی بشم، خب آره چون سرچ کنی میاد، آره توش میاد، خب دیگه ذهنت میره اونجا. ولی در صورت قبلا که خواب من پورش خیلی دوست دارم، خواب پورش دیدم توش پراید واقعا بود. یعنی نه این جوکر رو نخوندم بیام اینجا تعریف کنم، واقعا خواب دیدم و توش پراید. خب ببین ذهن آدما الان فقط تو خیالات، واسه همینم تو عمل مردم ضعیف‌تر شدن به نظر من. قبلا این شکلی نبود، قبلا واقعیت عملگرا بودن مردم، نه تکنولوژی بود، نه چشم هم چشمی بود، نه مثلا مثل الان که امسال یه گوشی معرفی میشه، سال دیگه گوشی دیگه معرفی میشه، نمیدونم فلان امکانات میاد. همش ما داریم میخوایم خودمون رو آپگرید کنیم ولی نمیرسیم، هر روز هم داره کمتر میشه. همه فکر میکنن تو ایران باز این شکلی، نه تو همه کشور همینجوریه این شکلی. بعد ما گوشیمون رو چند سال پیش خریدیم؟ 3 سال فکر کنم میشه. 3 سال پیش تکنولوژی روز بود. 3 تا 4 تا ورژن بعدشون 14 15 2 تا ورژن اومد بعدش، 2 تا ورژن بعدش اومد، سومی هم نزدیک. آره دیگه چند ماه دیگه میاد. خیلی سریع همه چی گذشت. یعنی من داداش نه اذیتم کرده تا الان، نه نیازی دارم، نه جای کم آورده. مثلا اون یارو اون فیلم رو دیدی؟ آخه ببین الان همین گیمی که داریم میگین، ما ببین تا 4K من قبول دارم، 4K انسان میتونه قشنگ متوجه بشه،
ولی چرا مثلا الان مثلا میگن 8 کارت گرافیک مثلا RTX 5090 میتونه 8K مثلا 120 اجرا کنه. خب من چرا باید 8K بازی کنم؟ بابا این که تو داری میگی، نه این که تو داری میگی باز یه مقدار منطق شاید پشتش باشه، شاید. خب این فیلم رو دیدید قدیمیه تو تگزاس اومده یخچال و اینا بفروشه، گفت میخوام برق بهتون بفروشم. گفت که چی؟ گفت میخوام من میرم گوشت تازه میخرم، مثلا چرا باید یخچال بخرم بذارم توش که تو از به من برق بفروشی. این سری من دیدم گاز اسپیکر دار مانیتور دار. چرا باید گاز آشپزخونه اسپیکر و مانیتور دار باشه؟ چرا؟ چون ما رو میخوان مصرفگرا کنن. همین دیگه یه عامل انسان الان میگم هم مبحث دیگه است. تکنولوژی الان باعث به نظرم یه عاملی که باعث شده انسان‌ها خیلی تغییر کنن تکنولوژیه. انسان تغییر کنه تکنولوژیه. یه چیزی میخوام بهتون بگم، این بحثو باز کردم، بذار من اینو بگم. گفتم که تو چاپ به بچت نمیای بگی که یه زمانی یه اهرام ثلاثه‌ای مصری فلان، اون تو هم بگی اون انتقال نمیده به بقیه. خب ولی من میخوام همینجا یه چیزی بگم داداش، زمان ما گرافیک 128 مگ بچه‌ها، 128 مگ دیگه ترکیده بود، گرافیک شده بود یک، فکر کنم رم 2 میذاشتن دیگه، خدا بود اون سیستم. من با گرافیک خدا بود. نکته میخوام بهتون بگم چی جوری دارن با ما بازی میکنن. من عادت دارم آرشیوی از بازی‌های قدیمیم رو نگه دارم و فیلم‌های قدیمی که می‌دیدم. چرا؟ چون آدمیم که یهو دلم تنگ میشه برای اون بازی. بعد اعتقاد داشتم از همون اول که من اگر این رو ذخیره نکنم یه جا ستاپشو دیگه پیداش نمی‌کنم و همینم شد. خب یعنی میخوام بگم ستاپ هم تغییری نکرده. من جنرال 2 زیرو آور رو با گرافیک 128 با رم 256 مگ رم 256 با گرافیک 128 بالا می آوردم، بازی می کردم تا محل آخرش هم رفتم. یک سرم سیستمم روشن بود، داشتم بازی می کردم. سیستم داشتی چراغ داشت کیسش؟ آره شبیه ماشین بود و اون زمان مد بود. کیس گیمینگ نبود که اصلا کیس رو دیدی دور پاورش چراغ داره، اون موقع مد بود مثلا. آره این مثلا یه چیز شاخی بود اون زمان که این ماشینی‌ها هم شاخ بود. آره بعد چراغ ماشین روشن میشد. بعد این سری من همون ستاپ رو با قبل از آپگرید کردن چیزم گرافیکم میفروختم. آره قبل از آپگرید کردن گرافیکم بازی کردم و لگ داشت همون ستاپ قدیمی. یعنی میخوام بگم دیدی میگن خوب بازی ها، من میگم که آقا بازی های زمان ما هم گرافیکش کم نبود، خوب بود، یا من نمیدونم یا ما بچه بودیم خوب میدیدیم. ولی میخوام بگم همون ستاپ همون بازی قدیمی رو سیستم های بروز امروزی باز لگ داره. منظورم گیمینگ بالا نیستا، منظورم یه چیز میان رده است. داشت میان رده های الان قبول داری 100 برابر قدیمی آره. باز چرا لگ داره؟ چون باید لگ میداشت. چون باید لگ داشته باشی که بری آپگریدش کنی، بعدی رو بخری آپگریدش. میگم دیگه آدما رو مجبورمون کردن. گرافیک یکی که سهراب میگه خدایی موقعش امپراتوری میکرد. آره بابا اون موقع مثلا خیلی بود. مثلا الان آرتیکس چی اومده 4090 اومده؟ آره 48 مثلا کاری ندارم، مثلا الان شاید بچه‌ها مقایسه کنن بگن نمیدونم اورکلاکش انقدره، نمیدونم جی پی یوش انقدره، مثلا موتورش انقدره. نه اصلا این چیزا این قضیه نبود. یکی که این قضیه نبود، دو اینکه تحلیل رو یه لحظه بذار کنار، چیزی که بهت میگن رو بذار کنار. من با اون مکس پین 3 بود اون موقع بالا می آوردم با چه گرافیکی، امروز نمیتونم با یک کیس میان رده اینو بالا بیارم. چرا داداش؟ این که دیگه از اون بالاتره که میدونی. ولی چرا؟ چون باید آپگرید کنم. آره دارن میکنن به خوردمون به قول بچه. آره بعد یکی مثل اندروتیت میاد
همینجوری که الان من نشستم میشینه میگه که مصرفگرا نباشید. مصرفگرا نباشید. در نهایتش هم در ادامه همون پادکست میاد میگه که کیو دیدی بوگاتی منو داشته باشه. تو خودت داری مصرف می‌کنی. نه تو اونم چه آموزشی خودشو بفروشه. بوگاتی داره. میگه چیز میلم بوگاتی تو چه رنگیه؟ بوگاتی تو چه رنگیه؟ داداش خب تو خودت داری تبلیغ ماتریکس رو می‌کنی، تبلیغ مصرفگرایی می‌کنی. الان ما از چگونه پیدایش رسیدیم به نه واقعا تکنولوژی آخه تاثیر آخه تکنولوژی تاثیر داره تو وجود انسان. با تکنولوژی خیلی تو وجود انسان تاثیر، یعنی تو واقعا زندگیشون تاثیر داشت عزیز دلم. من بی شوخی دارم بهت میگم. همین الان ماشین چقدر تاثیر داشته، موتور چقدر تاثیر رو بدنمون، رو عمرمون خیلی بیشتر. مثلا میدونی چی، همین رو مرگ و میرم خیلی تاثیر داشته. مرد طرف راه میرفته نمیمرده که مثلا عادی، خب ولی تو با موتور میری احتمال تصادف است، با ماشین میری احتمال تصادف است. این یه بخشیشه. دیدی مثلا میگن احساسات کم شده، چون همیشه ماشینی شده. چرا؟ چون تو نمیتونی موتورتو ناز کنی بگی آخه فلان جلان دوش ولی مگه اسبتو ناز میکردی. خب ولی اسبتو ناز میکردی، باید تیمارش میکردی، باید غشوش میکردی، باید اون نعلشو عوض میکردی. اون تو رو دوست داشت، تو اونو دوست داشتی، دو تا موجود زنده وجود داشتید کنار هم زندگی میکردی. و ببین چقدر اسب باحاله، یعنی اسب خیلی چه خوبه. احساسی داره. من این شوهر خالم اسب داره، کره داره، الان 2 سالشه اینا هنوز اسب باز بوده. آره چند تا اسبشو من دیدم. آره چندین اسب داشت. بعد انقدر اسب بازه که میخواد الان از این چیزای اسب دوانی بزنه. چی میگیش میگن؟ سوارکاری بزنه. آره فهمیدم چی. آره یه چیز سیمایا نمیدونم، چون من که اصلا سر نمیدونم. من نمیتونم سوار اسب باشم. بعد یه فامیل داریم اون اسب سواره. یعنی تو نمیتونی سوار فیل باشی. اسب نمیتونم سوار اسب. آخه اسب به سطوح می اومده. میخوام بگم که اینی که میگه چقدر اسب دوستش داره و تو اسب رو دوست داری، ما این فامیل داریم بنده خدا سوارکاره، یعنی خودش سوارکاری میکنه، مسابقه و اینا. شب رفته بودیم خونه شوهر خالم اینا، این اسب شوهر خالم اینجوری افسارش رو گرفت باهاش یه قدمی بزنه و اینا، اسب نمیرفت باش. ببین یه خورده کشید پوزه بندش و 2 قدم اینور 2 قدم اونور، اسب خورده اینجوری کرد، مثلا نافرمانی کرد و اینا. شوهر خالم اومد اینجوری با یه دستش خیلی آروم اینور تنابو گرفت، ببین اسب دورش میچرخید، میدوید، میپرید، ببین کیف میکرد. بابا لعنتی تو انقدر صاحبتو دوست داری و وفاداری بهش. آره دمت گرم. میگه که یه دونه اسب داشت شوهر خاله سهراب، اسب میرقصید. جدی دارم میگم. واقعا آره پیکاپ لاین نبود واقعا، اصلا میرقصید. یه اسب دارم میرقصه اینجوری نبود، اصلا واقعا چموش بود خیلی رقص دارم میگم، مثلا غیر نمیداد بابا کرم میپرید و اینا. یک رقص اسبونه ای داشت واسه خودش، سرخوشی اسبانه بالی. این کره هم همینه دیگه. این کره مثلا بچه یک اسب چیزیه معروفیه. چندین. آره حالا بگذاریم از اسب. آره. ولی بحث احساسات بود که میخوام بگم من این سری احساس اسب واقعا دیدم، چون اسب قشو می‌کردیم. اصلا میگم تکنولوژی تاثیر گذاشته رو هم احساسات هم روی روحیه‌م. من پایین بودم اومدیم بالا. نکش داره. احساس بین حیوانات بود زود باشه. آره خیلی خوبی که احساس تپ. یادم حساب میافتم پشه رو آزاد سازی کنم، 1 ساعت بعد استوری گرفت بچه اونی که انداختم تو ریپلایا و من گفتین که اون عنکبوت بود. خب میگاید انداخت از 10 تومن پایین عنکبوت انجل. آره لذیذ. چیزی گفتی؟ تا یاد بیاد من یه چیزی بگم. این داستانی که گفتی فقط با شوهرم هم اوکیه، شوهرم اوکیه. داستان گاو چاه رو میدونی؟ داستان گاو چاه رو میدونی؟ نه. یه گاوی هست مال یک پیرمردیه. این پیرمرده یک آوایی داره، وقتی میخونه این چاهه یا آسیابه نمیدونم، وقتی میخونه این گاوه دور اون میچرخه. آسیابه. خب سرچ کنید میاد گاوه آسیاب. خب این وقتی میخونه اون گاوه میاد. بعد گفته که
هر کی جز من بتونه یک قدم این گاوو بیاره جایزه داره. همون چیزی که این میخونه رو تو بخونی نمیاد. اون با بخونه نمیدونم چجوری شبیه اونم بخونی امکان نداره. میفهمم شعور داره. آره بعد به زورم نمیتونی بیاری. گاو نیست. مگه تو بیاریش به زور. اصلا یه چیز عجیبیه. این من کلیپاشو دیده بودم، خیلی پیرمردم، خیلی هم حال میکنه با گاو خودش. می‌بینی؟ ولی احساسات مرده تو ما دیگه. یعنی دیگه آخرین ضربه‌ای که میتونستم همو بزنم به نظر من کشتن رنگ‌ها بود. مینیمالیسم بود مثلا. تو می‌بینی قدیم مثلا. آره. اینا باز موضوعات دیگه هستا. ما همینجوری داریم میریم گذری بهش. ولی می‌بینی قدیم‌تر مثلا دیزاین داشتیم، الان مینیمالیسم. یه خونه‌های مکعبی توسی سفید. یعنی چی؟ داشت زمان، حالا من نمیگم زمان ما انگار مثلا چی باشه. زمان ما بزرگای ما بالاخره فرش قرمز بود، پشتی‌ها. عجیبو نمیگم، تو اونو بگی که دیگه هیچی. من نمیگم زمان خودم که مثلا یادمونه. آره. سالهای دوری هم نیست. میدونی چی میگم؟ الان شده سفید، توسی. آفرین. تمام شد. مینیمالیست یعنی هم. آره. اشکال هندسی رسیده به مربع مکعب. بابا یه فیلمی دیده بودیم، فیلم مکعب. همه جا سفید بود، اینا بعد از این مکعب میرفتن تو یکی، میرفتن تو یکی، همه چی شبیه هم بود. الان واقعا داره همین میشه. آره. خیلی آسیب روی میزنه تو هر ورتو نگاه کنی. و میدونستی که اگر همین قضیه رو ادامه بدن طبق نظریه تکامل ما قدرت بینایی رنگ هامون کمتر میشه تا سالها. میسین اینو و میگن اصلا شما وقتی تو زندانی سچوریشن چشمامون اومده پایین. زندانو بگو من بودم. شما وقتی تو زندانی، الان بچه‌هایی که اینو البته یکی از دوستان تعریف میکرد، اما بچه‌هایی که تو تهران گرفتنشون تو سلول انفرادی بودن، اینو فکر کنم بتونن تایید کنن، رنگ‌های قرمز و آبی و سبز و فلان توی یک لامپی میذارن رو سرشون که چیز نگیرن، چی میگن؟ کوررنگی نگیرن، به خاطر اینکه دیوار مثلا توسیه، زمین توسیه. واسه ما این چیزا هم نمیذاشتن داداش. این رنگ ها رو میذارن که چشات اینا رو ببینه. حالا بچه‌ای که زندان رفتن میتونن تایید کنن اگه رفتن. من که نرفتم ولی بچه‌ها تعریف می‌کنن. یه بریک بریم برگردیم. دیگه جمع بزنیم. 8 تقریبا. چند بود شروع کردیم؟ فکر کنم نزدیکای 7. یعنی اوایل 7 یا نمیدونم. اطلاعی ندارم. آره دیگه. جدی میفهمید؟ آره. بحثو با چی شروع کردیم؟ بحث حاجی راجب انسان ها بود که اینکه زادگاهمون کره زمین به احتمال زیاد نیست و آره نیست. چه نتیجه‌ای رسیدیم الان؟ به اینکه از پیوان عجیب است. نه چقدر حال داد. رو همون موضوع من حالا اون قضیه نمیتونم حالا در مورد گذشته نظر بدم، نمیتونم مثلا بگم 10,000 سال پیش. خب به نظر من که بالاخره تو هر جایی، حالا این که قطعا امکانش هست که انسان از زمین نباشه، میدونی چی میگم؟ مثلا اینکه قطعا چی حتما بیشتر از اینه که آره. از یه سیاره دیگه تا زمین. ولی من به نظرم داره دنیا با ما کاری میکنه که ما سازگاریمون رو با زمین از دست بدیم. همون حس میکنم مثل یک ارگانیسم بد داره ما رو پس میزنه. میدونی یعنی مثلا با انواع بیماری ها، با انواع ناسازگاری ها، یعنی بیماری، تکنولوژیایی که دورمونه، مردم، الان دیدگاه‌های مردم، همه چی باعث ما هوشمندیم روی این زمین. چجوریه تکامل اونا چرا به این سمت نرفته؟ و یه انتقادی که به نظریه تکامل میکنن میگن که اگر ما تکامل یافته میمونیم چرا هنوز میمون‌های غیر هوشمند دیگه هستن؟ آره چون تمساح و کروکودیل تکامل یافته میگن دایناسورها. خب نیست دایناسور الان تکامل پیدا کرد شد این مرغ تکامل یافته، مثلا یه دایناسور یه زمان پر داشته شو این داستان، اون الان دیگه نیست و این تکامل یافته شه. خب ماموت نیست ولی فیل هست. اگرم حالا این مبحث بلندیه که من الان میخوام بگم، ولی خب الان تهیشو میگم. ولی اگر هم قرار بود که ما تکامل یافته باشیم، یعنی از میمون تا به امروز رسیدیم، به نظرم اینجا جاییه که ما منقرض میشیم، چون اشتباه تکامل پیدا کرد یا درست تکامل پیدا کردیم مسیر رو اشتباه رفتیم.
میدونی چرا؟ چون این همه سال طول کشید ما تا آتش رو مثلا بتونیم کشف کنیم، این همه سال طول کشید ما تا بتونیم ابزار بسازیم. من میگم این همه سال، مثلا 500,000 سال طول کشید، ما 2000 سال تاریخ داریم، چیزی که میشه ثبتش کرد. این همه هزاران سال طول کشید که ما بیایم بریم تو اکسپلور. واقعا یه نفر موهاشو مثلا بنزین بریزه آتیش بزنه که ویو بگیره، مثلا یه نفر لخ بشه که اپل ویژن پرو مثلا ساخته بشه که تو اینجوری. نه، این اگرم تکامل پیدا کردیم، هدف از تکامل این نبوده و ما مسیر رو اشتباه رفتیم به نظر من. چون میگی تکامل نه به این سمت میرفتیم ما یوتیوب بزنیم. چرا؟ نه یه چیزی که نه، منم چیزای غیر مفید رو میگم. ببین شاید یوتیوب از دسته، یا چه میدونم شاید هم اینستاگرام میتونست مفید باشه. ببین اینستاگرام مفید بود تا یه جایی، بعدن دیگه هرچند که دنیا کلا داره به سمت ابتذال میره، این اصلا دیگه نمیشه جلوشو گرفت. همین برنامه زیاد ویو نمیخوره. نه من اینجا لخ میشدیم چون میرقصوندیم بیشتر میخورد. یه کارای دیگه خیلی. این سمتی که ما هستیم سمت تنهاییه، سمت درستیه که تنهاییم توش. یه چی دارم بهت میگم، نمیدونم. ببین میذارنت کنار دیگه، اون روند غلطی که باید در اصل شکل بگیره شکل میگیره. تو اگه بخوای جلوش وایسی تو میمونی توی، میدونی؟ رو در وایسی میمونی یه گوشه تنها دیگه. یه گوشه تنها. آره. سمت تنهاییه اینجا. آره. اینجا فقط خودمونیم و ساختمون‌های دورمون و اون مرده. بازم در نهایت اینا دیدگاه‌ها و منطق و احساسات، آره، چیزایی که تو ذهن خودمون گذشته که داشتیم و دیدیم و چهار چیز بالا پایین کردیم، به این نتیجه رسیدیم گفتیم و ممکنه که یه نفر بازم میگم بیاد و همه اینا رو رد کنه و درست هم بگه. معلوم هم نیست، باید مذاکره کنیم با هم. هر کی هست بسم الله. تو کامنت ها بچه بیان قرار بذار لوکیشن معلوم کن من میام. داره خیلی پادکست جنگ. خب مرسی بچه که اومدید از طبقه پایین تا اینجا و کامنت کردید. همون سری گفتم من شهردانی دارم. حالا ما فروزنی کردیم، تو دیگه فرو نکن تو تن ما. چنل بچه ها تو دیسکریپشن هست. چنل من هم که همینه، رولنده، دست روی زمینه. داشته باشید چنل رو. من هنوز تصمیم نگرفتم که چند شنبه ها میاد، ولی همین شنبه هایی که الان اومدش میاد. بازم دوشنبه هر هفته. نه پادکست دوشنبه نمیاد، یه شنبه دیگه میاد. آره، یک روز دیگه پادکست قضیهش جدا. هر روزی که این پادکست اومد همون روزها پادکست دوباره میاد. دوشنبه ها هم ویدیوی یوتیوبی میذاریم، اونم میتونید داشته باشید تو همین رولنده. بمونید دیگه، سابسکرایب فراموش نشه اگه خوشتون اومد داشته باشید ما رو، و کامنت انگلیسی حتما بذارید، لایک حتما بکنید. چرا؟ چون ساباتون نپره. خیلی از سابای من پریده، خیلی از سابای بچه‌ها مطمئنم پریده به خاطر لایک و کامنت نذاشتن. ربات تشخیص میده. عشق دلید دیگه. مرسی که بودید. اگر پیشنهاد موضوع صحبتی در این پادکست رو دارید حتما بگید و ما خواهیم رفت. عشق دلید. دمتون گرم.